به نام خدا. با سلام خدمت تمامی دوستان و همراهان گرامی. امروز می‌خواهیم در مورد فواید شگفت انگیز شیر الاغ صحبت کنیم. امیدوارم که دوست داشته باشید. آیا میدونستین یک نوع خاصی از شیر میتونه به کاهش سرفه کودکان و تقویت ریه‌های اونها کمک کنه؟ این نوع شیر از بسیاری از داروهای شیمیایی ضد سرفه موثرتر، کم ضررتر و یا بهتر از حتی بگوییم فاقد ضرر می باشد. شیر الاغ در بسیاری از جوامع کمتر شناخته شده، اما فوق‌العاده مغذی است. در واقع این حیوان مفید شیر فوق‌العاده مفیدی هم داره. این شیر سرشار از ویتامین هایی است که سیستم ایمنی بدن را تقویت میکنه و از سلامت بدن هم پشتیبانی میکنه. شیر الاغ سرشار از ویتامین ها و مواد معدنی ضروری است. این شیر به کاهش التهاب در مجاری هوایی کمک میکنه، از سیستم ایمنی کودکان پشتیبانی میکنه و همچنین هضمش هم نسبت به شیر گاو خیلی آسون تره. در واقع شیر الاغ نزدیکترین شیر از لحاظ ساختاری به شیر مادر هست و این باعث میشه که برای کودکان حساس هم بسیار ایدئال باشه. شیر الاغ چربی کمتری داره و هضمش هم آسان تره. به همین دلیل برای کودکانی که به شیر گاو عادت ندارن بسیار مفید و عالی است. متاسفانه تنها مشکلی که این شیر داره قیمتش نسبت به شیر گاو هست که خیلی بالاتره، ولی اگر اون هم بخوایم با هزینه‌های درمان مقایسه کنیم واقعا ناچیز هست. اگر به دنبال یک روش طبیعی برای تقویت ریه‌ها و کاهش سرفه‌ها به خصوص در کودکان هستید، حتما این شیر شگفت‌انگیز را امتحان کنید. آیا شما آن را امتحان کرده اید؟ لطفاً تجربیات و نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید.